خب اینجا محیط نرم افزار در اصل درایومون هستش. ما اینجا میایم بعد از اینکه از نظر سخت افزاری مطمئن شدیم که درایومون وصل شده به سیستم، اینجا کانکشن رو میزنیم و ارتباط برقرار میشه. خب پارامترهایی بودش که ما اونجا تغییرات دادیم و اینجا الان در اصل دیفالت خود سیستم به این صورت هستش. اگر که رید بکنیم میبینیم که یه تغییراتی انجام شد، مثلا فرکانس ماکسیموم، آپر فرکانسی لیمیت یا زمان اکسلریشن و دیسلریشن تایممون. اینجا چیزایی هستش که روی درایومون ست شده. و خب اینجا چند تا نکته بودش که ما اونجا گفتیم که میخوایم بهتون بگیم، چون به صورت نمایشی ما میایم اینجا اونا رو درست میگیم. یکی در مورد اکسلریشن دیسلریشن مود بود که میایم میریم توی قسمت درایو پنلمون. اینجا ارتباطمون، خب ما اگر که درایومون رو روشن بکنیم و قبلش اینجا وصل میکنیم و فرکانس خروجی رو هم اینجا فعال میکنیم که نمایش داده بشه. الان توی حالت خطی هستش، یعنی اینکه اکسلریشن و دیسلریشن تایممون منحنیش به صورت خطیه. خب همونطور که میبینید از به صورت خطی محور فرکانس زمانمون اینجا تغییر میکنه. خب ما اگر که ما با فرکانس کمتر بکنیم بیاریمش روی 50 بذاریم، به صورت خطی اینجا تغییر کرد، اومد کم شد و حتی ما میتونیم به صورت ریورس اینجا انجام بدیم و این موضوع رو شما ببینید که جهت برعکس که میاد در اصل روی قسمت منفی نمودار. خب این به صورت خطی بود. ما میخوایم بریم حالا تفاوتش رو با در اصل منحنی اس ببینیم که به چه صورتی هستش. خب فرکانس اینجا اگر که زیاد هم بکنیم منفی تر میشه. حالا اینجا چون فرکانسمون هم روی 100 هرتز گذاشتیم و صدای موتور هم زیاد هستش و خب اینجا من استاپ میکنم دستگاه رو برای اینکه مقدار صدای دستگاه هم زیاد نباشه. فرکانس رو ما میتونیم از اینجا کم بکنیم. این دکمه سینک هم که بزنیم اینجا تغییراتی که بدیم بلا فاصله اعمال میشه. خب پارامتر موتور هم اینجا تغییر میدیم، واسه فرکانس رو برمیگردیم به حالت دیفالت خودش که 50 بود. خب اینجا ما میایم اکسلریشن مودمون رو میریم روی حالت اسکیرو میکنیم و تفاوتش رو با حالت قبلی میبینیم. خب الان اگر که استارت بکنیم شما میبینید که راه اندازی نرمتری در اصل داره انجام میشه. خب فرکانس هم گذاشتیم روی 50، ببینیم که به چه صورتی هستش. خب این الان در دور منفی بودش. حالا اگر که دور رو در از تغییر جهت بدیم شما میبینید که منحنی به صورت برعکس شروع میکنه به چرخیدن روی حالت مثبت. اونجا هم دوباره خب این تفاوتی که میکنه این هستش که توی راه اندازی و رسیدن به نقطه ماکسیموم میبینید که خیلی حرکت نرمتری داره انجام میشه و تفاوتش با در حالت خطی کاملا مشخصه. اون اتفاقی که توی آسانسورها و بالابرها میفته و این کار میکنن که خیلی نرمتر حرکت کنه، استفاده از همین منحنی اس هستش که میان استفاده میکنن. خب یه نکته دیگه ای هم بودش که ما اونجا میخواستیم خدمتتون بگیم، برمیگردیم دستگاه رو خاموش میکنم. یکی در مورد خب کیپد رفرنس فرکانسی، اینجا عددی هستش که اینجا ما قرار میدیم برای استفاده از در از آپ دان ستینگ. وضعیت دستگاه بعد از روشن و خاموش شدن رو مشخص میکنه. میگه valid in run save when off، یعنی شما عددی که از طریق کیپدتون، خب تنها جایی که خب آنالوگ اینپوت نمیشه این کار کرد چون مقدارش ثابته، ولی کیپد میشه این کار انجام داد.
و وقتی که ران هستش معتبره و وقتی هم که دستگاه خاموش میشه سیو میشه عددش و از بین نمیره. مثلا شما اگر که 30 هرتز ست کردید روی دستگاهتون از طریق کیپد، وقتی که دستگاه خاموش بشه این عدد سیو میشه و وقتی که روشن شد مجدد دوباره اون 30 هرتز رو شما دارید. اگر که روی حالت 0 باشه. اگر رو حالت 1 قرار بدید اینجا میگه چی؟ میگه valid in run don't save when off and set reference. یعنی اینکه شما مشخصه دیگه توی حالت که روشن هستش شما بالا پایین میکنید و نگه میداره مقدارش رو، ولی وقتی که خاموش میشه دیگه سیو نمیشه و از مقداری که شما برای رفرنس توی این پارامتر 011 ست کردید اون رو در اصل میاد مبنا قرار میده. توی حالت بعدی میگه که توی حالت روشن بودن معتبر هستش ولی سیو نمیشه و وقتی که خاموش میشه دستگاه سیو نمیشه و لو فرکانسی لیمیت رو در اصل میاد مبنا قرار میده و ست میکنه روی دستگاهتون. و تو حالت بعدی که کلا میگه که نه موقع ران معتبر هستش و موقعی که در اصل شما استوب میکنید این در اصل لو فرکانسی لیمیت ست میشه. یعنی اینکه شما وقتی که روشن هست دستگاه و موقعی که خب کار میکنه که هیچی، وقتی که استوب کردید لو فرکانسی لیمیتتون در اصل مبنا قرار میگیره و وقتی هم که دستگاه خاموش میشه همون مقدار لو فرکانسی مبنا قرار میگیره و ست میشه. چینج دایرکشن هم که شما اگر که فعالش بکنید مانع از تغییر جهت چرخش در اصل موتورتون میشه و دکمه چینج روتیشنتون دیگه کار نمیکنه. کریر فرکانسی، خب کریر فرکانسی هم حالا میگیم روی دستگاه نشون میدم از طریق اسکوپ که چی هستش. در از فرکانس حاملتون هستش که فرکانس اصلی رو داره حمل میکنه. خب شما میدونید که برق شهری که شما استفاده میکنید حاصل از برقی هستش که توسط ژنراتور داره تولید میشه و به صورت پیوسته میاد توی شبکه قرار میگیره و به صورت کاملا پیوسته هستش و هیچ گسستگی داخل این فرکانس و ولتاژ وجود نداره. ولی فرکانسی که از درایو در اصل داره تولید میشه حاصل از سویچ زنی ماژولای IGBT هستش که روی برق DC دارن انجام میدن و یه برش هایی هستش که روی برق DC انجام میشه و توان و فرکانس رو اینجا میاد از مشخص میکنه، ولتاژ و فرکانس رو مشخص میکنه. خب بریم ببینیم که خروجی درایومون چی هستش.